بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من هادی نریبانی هستم، مدرس دوره تعمیرات و تجهیزات دندانپزشکی و توی این دوره بهتون یاد میدیم چگونه این مهارت رو یاد بگیرین و ازش کسب درآمد کنین. خب اومدیم با جلسه دیگه بریم سراغ جلسه ششم. انشالله که جلسات قبلی آموزش‌های لازم رو دیده باشی. این جلسات تخصصیمونه که شروع شده و به صورت تخصصی به همه دستگاه‌های و تجهیزات دندانپزشکی بررسی میکنه. اولین دستگاهی که خیلی مهمه توی یک کلینیک یا مطب یونیت دندانپزشکیه که با توجه به جلسه مقدماتی که توضیح دادیم قسمت‌های مهمی داره که الان در تصویر قابل مشاهده است. بریم سراغ صفحه بعد. خب یه سری نکاتیه که توی جلسات قبل و جلسات مقدماتی گفتیم ولی باز اینجا بهش میپردازیم تا یه مروری بشه برامون. بخشای اصلی یونیت: صندلی بیمار، چراغ یونیت، ساکشن، تابلت دندانپزشک شامل شلنگ‌های توربین و ایرموتور، پوار آب و هوا، کراشوار. مشکلات رایج: استیاب نشتی آب یا هوا، خرابی موتور صندلی، کاهش مکش ساکشن، مشکلات مربوط به نور چراغ، کار نکردن هندپیس‌ها، نگهداریش چگونه است، تمیز کردن فیلترهای ساکشن، روانکاری موتور صندلی، بررسی دوره‌ای اتصالات آب و هوا. بریم سراغ توضیحات کاملی در مورد یونیت دندانپزشکی. خب سپاسگزاریم که ویدیوهای ما رو دنبال میکنین. ممنون میشیم جهت ارتقاء سطح آموزش و کیفیت ویدیوهای ما رو با وایرال کردن آنها انگیزه ما رو دوچندان کنیم. بریم سراغ توضیحات کامل. اجزای اصلی یونیت دندانپزشکی: صندلی دندانپزشکی مهمترین بخش یونیت که بیمار روی آن مینشیند. این صندلی معمولا قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی و زیر سری را دارد تا بیمار در راحت ترین حالت قرار گیرد و دسترسی دندانپزشک به دهان بیمار آسان بشه. پس صندلی دندانپزشکی یکی از مهمترین بخش‌های یونیته. چراغ یونیت: نوری قوی و متمرکز که برای روشن کردن دقیق حفره دهان بیمار استفاده میشه. این چراغ معمولا قابلیت تنظیم جهت و شدت نور رو داره. تابوره: صندلی دندانپزشک صندلی کوچکی است که دندانپزشک و دستیار او روی آن مینشیند و قابلیت تنظیم ارتفاع دارد. پدال یونیت: برای کنترل ابزارهای چرخشی مانند ایرموتور و توربین و گاهی اوقات برای کنترل صندلی و چراغ استفاده میشه. کراشوار یا کاسه آب: ظرفی که بیمار در آن دهان خود را میشوید معمولا قابلیت چرخش و تنظیم ارتفاع دارد و آب تمیز و مکش برای تخلیه مایعات را فراهم میکند. بازوی یونیت: بازویی که چراغ، نگاتوسکوپ، دستگاه دیدن رادیوگرافیه و گاهی اوقات سینی ابزار و لوله‌های ابزارها به آن متصل هستند. بلوک ابزار یا هولدرها: محل قرارگیری ابزارهای دستی مانند ایرموتور، توربین، کویترون. کویترون چیه؟ دستگاه آب و هواست. پوار دستگاه سکاره و ساکشن دستگاه مکشه. سیستم‌های تغذیه شامل کمپرسور هوا، مخزن آب، گاهی اوقات سیستم خلا یا وکیوم برای ساکشن. خب خرابی‌های رایجش چیه که اینجا بررسی میکنیم و عیب‌یابی هم میکنیم. مشکلات صندلی: مشکلاتی که برای صندلی پیش میاد چی هست؟ علتش چیه؟ نوسانات برق، فرسودگی قطعات مکانیکی مانند جک بالابر یا موتور و استفاده نادرست از اون. چگونه عیب‌یابی کنیم؟ بررسی اتصالات برق. اول میایم اتصالات برق رو بررسی میکنیم. دوم چک کردن موتور و جک. موتورش رو چک میکنیم و جکش رو.
بررسی ریل ها و تسمه ها. خرابی ایر موتور و توربین، علتش چیه؟ استفاده از هوای فشرده نامناسب، خشک و بدون روغن، گرفتگی فیلتر هوا و فرسودگی بلورین گاز که اکثر مواقع خرابی ایر موتور و توربین در فرسودگی بلورین هاست. عیبیابی: چگونه ایر موتور و توربین عیبیابی کنیم؟ تعویض فیلتر هوا، استفاده از هوای فشرده مناسب، روغنکاری منظم. در صورت خرابی بلورین تعویض هد یا ایر موتور. خب ضعف یا عدم عملکرد ساکشن، علتش چیه؟ گرفتگی شلنگ‌ها یا فیلتر، ضعیف شدن پمپ ساکشن، وجود نشتی در سیستمه که اکثر مواقع وجود نشتی در سیستم باعث ضعف یا عدم عملکرد ساکشن میشه. عیبیابیش: تمیز کردن شلنگ‌ها و فیلتر، بررسی اتصالات پمپ، چک کردن فشار هوا و برق پمپ. مشکلات پوار آب و هوا، علتش چیه؟ گرفتگی نازل ها، خرابی اورنگ ها و واشرها و رسوب گرفتگی که رایج ترین علت مشکل پوار خرابی اورنگ ها و واشرهاست. عیبیابیش: تمیز کردن نازل ها با سوزن ظریف و تعویض واشرهاست. نشت آب یا هوا، علتش چیه؟ خرابی شلنگ‌ها، اتصالات نامناسب، فرسودگی واشرها. عیبیابیش چگونه است؟ بررسی تمام شلنگ‌ها و اتصالات، تعویض قطعات فرسوده است. نکات مهمی که برای نگهداری و جلوگیری از خرابی یونیت باید انجام داد: کیفیت آب و هوا، یعنی استفاده از آب مقطر یا تصفیه شده و هوای فشرده خشک و تمیز برای جلوگیری از رسوب و آسیب قطعات داخلی. سرویس و نگهداری منظم، چک کردن دوره قطعات، روغنکاری مناسب ابزارها و تعویض فیلترات. رعایت دستورالعمل‌های سازنده، توجه به راهنمای استفاده و نگهداری از یونیت، محافظت در برابر نوسانات برق، استفاده از دستگاه‌های محافظه برق. خب به پایان این جلسه رسیدیم. میخوایم در جلسه بعد یه ویدیوی آموزشی از یونیت دندانپزشکی ببینیم که ویدیوی کاملا کامل و جامعه. حتما ویدیوها رو ببینید و اینکه سپاسگزاریم که ویدیوهای ما رو دنبال میکنین. ممنون میشیم. جهت ارتقاء سطح آموزش و کیفیت ویدیوهای ما رو وایرال کنین تا انگیزه ما دوچندان بشه. لایک کنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو بگین تا بتونیم بهتر آموزشاتمون رو جلو ببریم و فیلم و ویدیوهای ما رو هم برای دوستان خودتون ارسال کنین. تا دیدار دیگر، بدرود.